قدم برمیدارم. 1 2 3 4. ببین منو، پاها 1 2 3 4. به زمین نزدیک میشه، از زمین دور میشه و انجامش میدم. این حرکت رو هم 4 ست 20 تایی انجام میدم. کاملا باید کشش رو توی پشت پات احساس کنی. حرکت سوم، حالا ازت میخوام که یکم فعالتر و اکتیوترش کنیم. میای تو حالت سگ سر پایین، یک پا رو میذاری به سمت جلو، بدن رو هل میدی برمیگردی. دوباره 1 2. کامل باید کشش رو احساس کنی. 3 4 5 6. این حرکت فوق‌العاده رو 4 ست 10 تایی تکرار میکنیم. 5 بار پای راست، 5 بار پای چپ میشه. یه ست 4 ست به همین شکل انجامش میدیم. برای حرکت چهارممون ازتون میخوام که